ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، در موج برنامه خوانشی بدیعی. دوستان عزیز، مخلصان قصه و حکایه های دلنشین، اینک به توجه شما گفتار 14 از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوهساد هیجا. مرحمت گوش کنید. دیوانه. از دیوانه چی میگیری؟ و کاتب سفارتخانه روس در بخارا برای وزارت حربی اخباری نوشت و به پتربورگ فرستانید. در بخارا یگان شفاخانه نیست. وقتی که بخارا را بگیریم، تأسیس یک شفاخانه بغایت ضرور است. طبیب بیکاری هست در اینجا، نامش میرزا امید. این کار را سرشته و سرداری کرده میتواند. و در امارت بخارا نه فقط شفاخانه بلکه کتابخانه هم نبود. کتابها در تخانه ارک مغار بسته چنگ میخورند و این دولت کتاب چاپ نمی کرد. کاتبان دستی نسخه می برداشتند که به یک کس رسد به 101 کس نمی رسید و کتابخان به مثل کتابت با صفت کمیاب و نادر بود و دستاوردهای علم که در زمانهای سامانیان رشد داشت و بعد آن تنزل کرد به میدان عمل نمی برآمد و امیر وقت بنا به شنیده ها به ظاهر آن تقلید می کرد. در بارگاه شاهان اهل ادب و اهل طرب غون می آمدند و او هم غون آورد مناسب ذوق خودش. البته ولی نمی دانست که عقل و ذکاوت آنها برای چی در کار است و آنها را می فرمود که خدمت مرا کنید. در مجلس‌های عیش شعر خوانید و لطیفه گویید. در سفرها از دنبال من کشاله شده گردید و خودشم خر از خرماند گوشش را می برند گفتگی برین با آنها تقلید کرده مناسب فهم و فراست خودش و خوشامدگویانش شعرکایی می گفت و در معرکه عیش و عشرت می خواند و شاعرکان و مطربکانی که دعوت شده اند لب لیسان کله می جنباندند. بای بای دوری معنی سفته اید. همه شاعران یک سو بود، شعر امیرم یک سو. و راستگویان شهر اندرون مجلس امیر همدلی داشتند و این همدل در لحظه های دلتنگی اگر از آن درون به بیرون آمده تواند سر می خلانید به محفیلشان و زهر دلش را می برآورد. و روز دوشنبه بعد نماز پیشین وقتی که امیر به تماشای سبقت دیگچه پلاو رفت و بعد آن که رئیس از قاضی کلان تنبیه گرفت که من بعد به مصلحت او قرار نبرارد و به کاغذ مور نماند و بعد کوشبگی به اگنتی سیاسی روسیه عذر پیش آوردن که جنجال مکتب نو کار دوسه ملاست نه سیاست دولت. و به محفل راستگویان آمد و خبرهای تازه آورد و شعر امیر را که بیگاه یک شنبه در بزم در ستاره مخاصه خواند و ندیمان فریاد کشیدن که زیهی امارت پناها دادی سخن را داده اید مزه کنان و تأکید کنان قرائت کرد. ای فلک اندیشه کن ما را جگر خون کرده ای، ناله بی میزراب از هر تار بیرون کرده ای. یگان کس یافت نشد که برخیزد و بگوید که
ای منافق، ما از دست تو شکایت میکنیم و از تقدیری بد مینالیم. تو از کی شکایت میکنی و از چی مینالی که در حرمت فقط از زن 40 تا داری؟ صاحبخانه که محفل اختیاری از مهمانان همفکر و همدرد گاه و بیگاه و پیش و قفا گرد می آمدند، نه در پیشگاه و نه در پایان در بین نشسته بود و دیگران در اطرافش. من گفتم، نخسته آواز نبرآورده در دلم گفتم. حاضران تبسم کردند، تبسم های هر خیله، تلخ و تند و ترش و حتی با تأسف و یکی لقمه پرتاف. عمری ما همین خیل می گذرد. گپمان را دائما در دلمان می گوییم. غیرتمان همین قدر. اهل صحبت در دور خانه و گرد دسترخوان به هر ترتیب نشستند. یان باش، چارزانو، چوکه به پشت، پروکی خلاف آداب معمولی دور است و آهنگ اعتراض دارد به ترتیبات جاری و در سیما و لباسشان هم نشانه های این اعتراض و ناپسندی را نمایان کردند. ریش و بروتی کوتاه دارند، کمزول پوشیدند، سله را یک شاخه بستند، پای را لوچ کردند که از اهل امرا و علمای زمان فرقی داشته باشند و در حقیقت هم از دیگر درباریان فرق می کردند، زیرا که از هر طبقه مردم بودند و قاضی باشند در قضاوت و مفتی باشند در فتوا و محتسب باشند در تقوا و عالم باشند در عمل و عامی باشند در اجرا، از راستی نمی کاستند. و در بخارا که چنین رفتار و کردارها را 150 سال پیش حرام و خصلت آدمانی ترسو اعلان کرده بودند، وجود چنین محفل در چنین ملک افسانه برین می نمود و آن را محفل راستگویان نام نهادند که راست گفتن در این امارت برابر بود به رد معرکه شدن و دربار و درباریان به خون آنها تشنه بودند. با غیرتان هستند، هنوز ریشه آنها خشک نشده است. موردش رسد بد می بینید. به همین رفتاری که ما مردم داریم خدا می داند که به این قریبی ها موردش می رسد یا نه. خوشامدگو و لگن بردار و بی‌طرف و بی‌پروایمان بسیار، از حد بسیار. این خیل رفتار در همه جای دنیا هست داملا، در همه جای دنیا موردش می رسد. در همه روی دنیا موردش رسد هم در بخارا موردش نمی رسد. نشانش نیست. خودتون در 4 ولایت قاضی بودید، در 4 ولایت کار کردید، با چشم خودتون دیدید حال مردم را. سال 2 بار در بهار و در تیرما 7 یا 10 خیل انداز می گیرند از آنها. این همه مبلغ با کجا می رود و در کجا صرف می شود صرف نمی دانند. از این بابت زبان کشادن و پرسیدن حتی به خاطرشان نمی رسد. به همین احوال عادت کردند. یک تشویش و یک جنبش دارند. یک علاج یافته انداز را دیهند و جانشان را خلاص بکنند. آن طرفش به آنها دخل ندارد. آن طرفش کار امیر و وزیر. به این احوال مورد از کجا پیدا می شود؟ مدرس باز علاوه بکنید که بود و شدشان را می دهند. باز خرسند می شوند که بلا از پهلویشان گذشت. بعد خودشان سالی دراز یا که یک عمر شکر کرده می گردند. شکر خدا که با پای خود می گردیم، ولی پایشان لوچ، شکمشان گرسنه، لباسشان جنده، با طهارت و بی طهارت دست دعا با آسمان می بردارند و بروی می کشند که عمر امیرمان دراز شود، در 2 دنیا سرشان درد را نبیند. ما از قضاوت خود غیر از ضرر دیگر چیزی ندیدیم. هر کاری حلالی که کردیم عاقبت به حرام برآوردن. باز امید دارید که موردش می رسد و حلال کاران روی آب می آیند. امیدواریم. اگر چنین نباشد جهان آباد نمی شود. من از این زمان و از این مکان هیچ امیدی به بهبودی ندارم. کنجک نشسته ای که عصای دستش را پیوسته به زمین می کوفت و خاموش می ایستاد، عصا بالای سر برداشت. از اوراق پرسیم. اوراق گویند که در پشت روشنایی ندیدیم.
در پیش روشنایی نمی بینیم. حال ما تغییر می یابد یا تا قیامت احوالمان همین است؟ نه، تا قیامت یخل نمی ماند. کارهای جهان هیچ وقت در یک قرار نبود و من بعد هم در یک قرار نمی ایستد. هر سرخور یک روز نه یک روز سری خودش را می خورد. کی؟ چی طور؟ همان طوری که در تاریخ تا به امروز شده است. ای استاد، کی می کند این کار را؟ از داخل نه، از خارج می کنند. یگان قوه بیرونه. به 700 سال آخر نگرید. یک قبیله آمده است، سری یک قبیله را خورده است و جایش را گرفته است. همین طور با نوبت ما به همه‌اش طاقت کرده ایم، با همه‌اش کار کرده ایم، به همه‌اش تن داده ایم. چشممان نمی رسد که خودمان یک کاری درسته کرده توانیم. من این خیل طاقت ندارم. تا کی نگاه کرده شینم که کسی از بیرون بیاید و دست مرا گیرد و از بلا بیرون برارد. یگان تدبیر دیگر در کار. تدبیر جناب محتسب این است که تقدیرمان چنین بوده است. تقدیر را تغییر داده نمی شود. من به چنین تقدیر راضی نیستم و این محتسب که به چنین تقدیر تن دادن نمی خواست و تجربه روزگار نگریست. به اندیشه گرفت و قیاس کرد و خلاصه برآورد که عیب در قاضی کلان است و شرع شریف را پخته نمی داند. قضاوت‌های نادرست می کند و به این سبب ملک ویران شده است و من به او خطاهایش را گویم و به راه درست می درآید و عالم گلستان. می بینی که آب به لب جو برابر شده است. و او در یک صحبت خاصه امیر در حضور اعیان و اشراف زیادی که همه‌شان دستان پیش بر تعظیم زمین بوس می کردند و جمله قباحت‌های امارت را به چشم وزارت ملاحت نشان می دادند، به قاضی کلان مراجعت و به امیر گوش زد. خطاهای وی را یک یک شمرد. اولش 20 سال شد که ظالم را حمایه می کنید و به مظلوم ظلم. بعدش ملاهای دانا را چشم دیدن ندارید ولی نیمچه ملاها را روی دست برداشته می کردید. سیومش جای انصاف را صاف به انصافی داده اید. چهارمش در دوران شما حرام روا شده است. هیچ کس از رباخوری ایبا نمی کند. خلاصی گپ هر ویرانی که در امارت شروع می شود از کثافت شما روی داده است که فرموده های شرع شریف را رعایت نمی کنید. داملا، شما آدمی سپاه پیشه، شرع شریف و فرموده های آن را نمی دانید. از شما بهتر می دانم. از 7 پشتتان که پس نقاب قاضی القضاتی شریعت فروش را کسب کرده ایتان 100 بار بهتر می دانم. بهتر دانید، در عمل سنجیده می بینیم. به خرخشه خاتمه داد امیر و یک هفته نگذشته محتسب را وادی قبادیان فرستانید. روید، احوال را تفتیش کنید، به من نویسید. و محتسب به راه برآمد. با راه قرشی و ترمیز از سوار و بیتوشه و در قبادیان او را از جر برودی وخش تیله دادند و حره شده به جوش آب رفته زدنش را تماشا کردند و به بخارا خبر فرستانیدند که هرچند جسدش را نیافتیم لیکن در لب جر جنازه‌اش را خواندیم. و من بعد در امارت کسی غیرت نداشت که به رغم تقدیر صدای بلند بکند و خاک پاش از گرسنگی بمیرد به گردن تقدیر حواله می کردند که در پیشانیش نوشتگی بوده است. این خط پیشانی یگانه تعبیر علمی بود که این مردم می دانستند و یگانه تسلایشان در زندگی بود و عمرشان به امید خط پیشانی می گذشت و برای کشف و ایجاد آلات و اسباب فکر نمی دوانیدند که این و آن مشکل روزگارشان آباد بشود و کندی و تنبلی همه را فرا گرفت. و چون قاعده در این خیل حالتها اهل فریب و نیرنگ و مکر و حیله آبرو پیدا کردند و بازارشان گرم شد. طبیب فقط با دود سپند 101 درد را
طبابت میکرد و از آن 101 بیمار یک تاش هم شفا نمیافت، ولی مال و ملک طبیب میافزود و او 2 زن و 3 زن میگرفت و شهرتش دهان به دهان و دیه به دیه میرفت که مرده را زنده می کند و آنقدر مخلص به تگ آستانه اش می آمد که در کوچه نمی گنجید و سیلکسلی که 1 بوز و 1 پود ارزن و 1 چوره کرباز داشت همش را برد به وی داد و طبابت گرفت، ولی صحت نشد و در این 1.5 سال رفت و آمد به خانه طبیب دردش سرایت کرد به اهل بیت و خویش و تباران و همسایه دور و نزدیک و 1 دیه آدم گرفتار شد به دردی سیل و فالبین که بینا به آوازه ها بابای و بابا کلانش غیبدان و اولیا گذشته بوده است و با شپاندن و کینه برآوردن مفلس را دارا و دارا را مفلس کرده می توانسته است، گوش کار افتاده را کشید و دستهایش را سخت داشته سلتو داد، تکان داد و به تخت پشتش تپ تپ زد. از چارپا چی داری؟ 1 خوناجین و 2 تخلی و چپیش نمی شود. تخلی را کش، گوشت را از استخوان جدا کن، گوشت را صدقه کن، استخوان را درونی پوست انداز، پیچان و برده در یکان جای دور گور کن. من دیدم و تو ندیدی. همه بلاها از سر تو از خانه تو گم می شود. و کار افتاده که بچه کچش 2 سال باز روی گوشت را ندیدن باور می کند. می رود و همین کار را می کند و گوشت را فالبین می خورد. البته خواجه خیزر و خواجه روشنایی دستگیر این همه طبیب و عزایم خان و فالبین و افسونگر و غیبدان هستند و ارواح پیر و مزارها به آنها یاری می رسانند و چون همیشه در روزی سخت مردمی زحمتکش نه دستگیر دارد و نه مددکار. و در سمرقند در دستگاه گوبرناتور مدیر شعبه ترجمه ویکتور کوکلین به عزیز مراد طعنه زد. دهن کلانی میکنی که ما فلان هستیم و مهمدان بودیم، لیکن نام عضوهای بدنتان را نمیدانید. یعنی چطور نمیدانیم؟ از گردن بالا ناجوری باشد میگویید که سرم درد میکند، ناجوری از گردن پایان باشد میگویید که دلم درد میکند. بدنتون دیگر عضو ندارد. تو بیخبری از طب و طبابت ما. نمیدانی که القانون ابو علی سینا 700 سال در دانشگاه طبی اروپا کتابی درسی بوده است. شنیدم همین خیلی 1 دعوا رو، لیکن هرچند به گرد و پیش می نگرم هیچ نشانه به چشم نمی رسد. دیوانه شود دوایش بند و زنجیر، دایره زنی و جرکشی طبابت کسل سرطان، تبلرزه گیرد، چارش کوف و صوف و با بیاید، پیشگیریش از آن بی وقت، عادتهایی که از زمانهای وحشانیت باقی مانده است. وحشانیت را کوچمنچیان آوردند، از صحرا برای غارت آمدند و معرفت و مدنیت را که غارت را حرام می داند پایمال اسب و شتر کردند. تا آمدن آنها نخیل نبود. پیش از آمدن آنها به علم طب و خیمیا و الگبر بابایان ما اساس گذاشتند. تقویم و سپیرت را بابایان ما اختراع کردند. اساس گذاشتند، اختراع کردند، نتیجه اش کنی چی شد؟ کجا رفت؟ زمین کشید، به آسمان برآمد. محیط فضل و دانش از بین رفت، به جایش محیط جهل و جهالت آمد. کوچیان کاری که می توانستند جنگ و غارت بود. جنگ و غارت مدوام که شد، فرهنگ به فراموشی رفت. کتابخانه ها سوخت، کتاب ها به تسبیح ندر آمد، نمی خوندند، درس نمی دادند، ترغیب نمی کردند. کشفیات و اختراع بزرگان ما از صحیفه های کتاب های کمشمار بیرون نآمد، کار نکرد. علمی بود بی عمل، بعد نتیجه از کجا می شود؟ آدم بی هنر باشد بهانه‌اش بسیار، به خودش نگاه نمی کند، عیب را گردن دیگران پرتافتن می گیرد. وای خلال رساند، این ضرر رساند. ما مردمی بی هنر نیستیم. به ما امکان نمی دهند که هنرمون را نشان بدهیم. شما از گذشته‌تان
بسیار میفخرید، ولی حاضره ندارید. باری من شاهد بودم که 6 مرد حضرب با اخلاص و احترام با یک نفر سلکلان خدمت میکردند که استا پیش گذرید. استا از بالا شنید. پرسیدم که استا چی هنر دارند؟ جواب دادند که بابایش سبد باف بود. حاضر همان سبد را هم خوشصفت بافته نمیتواند. میتوانیم، فقط محیط نداریم. محیط را سازید. یگان کسی دیگر آمده به شما محیط می سازد. من هم کیها باز اندر این اندیشه ام. گاه واقع می گردید چنین بحثا و هر وقتی که به وقوع پیوست بعد انجام به دل عزیز مراد سیاهی می در آمد. گویا کاری بدی کرده باشد که اصلاحش دست نمی دهد. گویا گناه از او گذشته است که نام ابن سینا و علم ابن سینا فراموش شده است و او عذاب می کشید. آفتاب را با دامن پنهان کرده نمی شود. ویکتور درست می گوید. دیدگیش را می گوید. خودش هم می داند که احوال همین است، ولی از زبان کسی بیگانه و به طریق طعنه شنیدنش علم کرد و این علم درد شد و قفس سینه‌اش را تعزیق داد و به شکم فرآمد و وجودش را فرا گرفت که سیخ نمی زد و نمی سوخت. کنده بود که فشار می آورد و خونش ویران می شد که سلاح به دست بی دعوت به خانه تو درآید، از دسترخوان تو آب و نان بخورد و باز به حالت بخندد و تحقیر بکند. بعد جانت نمی براید و خونش می جوشید و غیرتش بالا می گرفت که خاموش ایستادن در کار نیست. یک رساله و یا یک داستان بنویسد از حیات آدمان نجیب و قویش و به این عالم از روزگار خلق بومی بیخبر نشان بدهد که ما نیز مردان مرد داریم. ما نیز اختراع و ایجاد کرده ایم. ما نیز ننگ و ناموس را می دانیم. بعد به گرد و پیش می نگریست و از روزگار مواد و مثال می جست و بسیار می جست و نمی یافت. مثال و موادی که دلش می خواست. مواد و مثالی که مناسب و موافق دوایش باشد و تکیه به آن داشته باشد و لنده کرده به دهان ویکتور بزند که دمش درون افتد. نبود این خیل مثال و این خیل مواد. درست که یک زمانها بوده است، حالا نیست. و از فرط غضب و همه عیب و ایراد مردم و همه طلب و فرمود اولاد و اجدادش را پشت پا زد و هر دو پسرش را به مکتب روسی داد و در بخارا فکرهای بیدار به جنبش در آمدند و به جای مراد آنها از رویدهای جوان ترکان استانبول و انقلابیان پتربورگ آب می آمد. شما گفتار 14 را از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوساد هیجا شنیدید. کارگردان نگینه ابراهیم، صدا بردار منظوره یوسف، گوینده قطبیه اکرامی. خیر، تنصیحت و خانه آباد باشید.